درود دوستان عزیز، برنامه میگویند کی است و ما در این برنامه نگارستان ارباب هنر تاجیک سیف‌الدین انورشاه دیدن میکنیم و اطراف کارهای ایجادیشان حرف خواهیم زد. میگویند که سیف‌الدین انورشاه مؤلفی یک رویه خاصی در تاجیکستان هستند و این رویه چیست ما در برنامه امروزه به شما خواهیم گفت. رفتیم. درود دوستان. السلام علیکم. خوب هستید؟ کارتان خوب است؟ شما ما در آغاز برنامه گفتیم که شما در تاجیکستان مؤلف یک سبک خاصی هستید. یعنی یک سبکی که در تاجیکستان نوگانی خاص آورد. خاصه سالهای 90 همین طور نیست. می شود برای بیننده ما بگویید که چی سبک است، چی رویه است و چی کارهای خاصی کرده در این سبک؟ این اولی که من ایجادات خودم از سر کردگی بودم یک رویه ریالی بود. خیلی آهسته کار کرده یک این از همه زمینجا این باید ما همه وقت و خاطرسان کنیم که هر یک رسام همه وقت از همون ریالی سر میکند. رسامای جهان هم که گیریم همونو همش همین خیلی با سبک تخیلی هم خیلی سر میشود. برای همین این همین خیلی باید باشد. همین یک باره این ابسترکت سبک گذاشتن این یک چیزی ناممکن است. برای همون هر یک مرحله به مرحله آهسته همون رویه و همون شکل تصویر و شکل همین چیزی خودش هر یک رسام مییابد. بله. میگویند که شما از قبیل اون هنرمندانی هستید، از قبیل اون رسامانی هستید که بیشتر باطنی خود را، درون مایه خود را روی اوراق میارید. یعنی در کارهای شما همیشه آثاری روانی هست، یعنی یک چیزایی هست که باطنی خود رسام را انعکاس میکنند. بی نمیشود. هر یک رسام خواهید نخواهید یک چیزی و خاصی خودش را در همون اثرش میآفرد. لکن عموما اثرهای من عموما من این اثرهای از نگاه طبیعت من میگیرم. شکل و قالب طبیعت. یک اون چیزی اینجا در من از فکر و از زمان فانتزیا و از اندیشه خودم نیست. همه وقت شکلمون از طبیعت میگیریم. برای که یک خیلی وقت میشود که من یک شکل من درباره همین یک شکل روی تصویری برای مثال من میبینم بالای مطابع، بعد طبیعت با میبرویم میبینم که این شکلی کردگی من با مقایسه طبیعت یک شکل ریالی میتواند. طبیعت چه معنا دارد؟ من خواستنی گفتن هستم که طبیعت ما یک آفرنده همه چیزی دنیا هست. هم شکل رسومی، هم شکل شاعری، هم شکل چی گویم معماریش هم گویم ما خطا نمیکنیم. بیا درباره همین مثلا کارتینای شما صحبت میکنیم. خب انیق این کارتینا پرهای طاووس است من میبینم از نگاه من، مثلا پرهای طاووس و چشم. خب دیگر نمیدونم شما باز چی ها وارد کردید. انا اینجا به این خیل هست که یک چیز است. من یک چیز میآفرم تصویر میکنم. بیننده باید این چیزا به همون بینیش و به همون مفکوره خودش بیند. برای مثال من اگر حاضر فکر و اندیشه خودم اگر که اینجا شما با گفتیم اگر شما با عجایب نمیشد میفهمید که خیر هم خیلی بود است. برای همین من همه وقت کسی که من با سوار نتید من میگم که شما یک درآید همین درون کارتین یک بار بینید و همون چیزی که به خودتون معقول و به خودتون خاص است همون گیرتون. اگه من نقل کنم شما با یک چیز عجایب نمیشه. فکر خودم رو بگم. خب همین قالبی که هست از نگاه من دو تار است. نوا است. تار است. سی ولی نوا دو تار ما. بله موسیقی و دستگل. یعنی همین گونه خلاصه کردن ممکن است که همیشه موسیقی زیبایی میآفرد، عشق میآفرد، گل است. یعنی فلسفه همین. آفرین. دیدید. همون آدم به همین فکر میبیاره. بله. هر فکر به همون یک فکر تازه میبیاره. خب درباره این مصوره نام همین اثر من این یاد همون زادگاه
یاد زادگاه دهه یاد زادگاه همون باغ‌ها و همون گل‌ها و طبیعت همون باغ‌ها تیرمو هست این باغ‌های هم طرف ما همون من از رایون ونچکی هستم همونجا بسیارتر همون میوه توتی ما بسیار خوب است خیلی چهارمغز هم داریم میوه‌گی همه میوه‌گی هست با بهترین از همه لذیذ توت‌های ونج است توت‌های ونج است همین یک چیز دیگر ما باید فراموش نکنیم که من وقتی که میخوندم خداوند училище میخوندم پیشتر училище بود در شهر تاشکند خوندید نه من اول اینجا تمام کردم خداوند کالج رسامی کالج نبود خداوند училище بود این حاضر کالج شدگی همون وقت من بعد اینجا با تمام کردن وقتی که اینجا تمام کردم بعد راحت گرفتم با تاشکند اونجا اینستیتوت تئاترالی رسامی را ختم کردم بعد اومده اینجا کار دوام دادم خب و میگویند که شما بیشتر رنگ‌های روشن استفاده می‌برید. رنگ‌های روشن طبیعت ما خیلی رنگ است. طبیعت ما همین چی رنگی که می‌بینید همین در طبیعت خودمون است. برای که طبیعت ما این یک طبیعت بهشتی است. بهشت اگر کسی که همین طبیعت ما را نبیند و درک نکنه ما میگیم که از تاجیکستان نیست. من همه وقت وقتی که من سفر نکنم کدام طرف همین ناحیه‌های گرد اطراف من همین تاجیکستان خودم نگردم من از اونجا یک همین متریال میبرم که من شسته استخوان با آفریدن میگیرم برای که همه چیزی من تیار است من رفته دیدم همونا وارد میشویم دیگر هر یک مثلا مصوره شما یک خاطره را در ذهن انسان ها بیدار میکند یعنی شما با آفریدن همون یعنی تارهای نازک احساس را بیدار میکنید با آفریدن همین چیزهای جزئی یعنی حس میکنم که در همین مصوره های شما بیشتر به جزئیات داده شده است چیزهای جزئی که بعضی وقت ما فراموش میکنیم نادیده میگذاریم انا هنا شما در حقیقت نقض وزیر خاطر رسوم کردید که انا همین مهمترینش همون است که رسوم بینیش رسوم اون چیزی که رسوم میبیند اون چیزی که برای مثال رسوم تصویر میکند آدم عادی و دیدن نمیتواند برای چی میگن رسوم برای همون رسوم میگن نازکی طبیعت و بینیش شیوه رسوم تماما دیگر است برای هم وقتی که اثر ما پیشنهاد تماشابین میکنیم بعد حیرت میموند چه از کجا این پیدا شد میشود اطراف این صحبت کنیم چه شکل ها است راستی من سردرگم شدم فقط میبینم که چشم ها هستن اینجا نام این رسر تاین سنیزگرد نمیر ما همین نام همین نمایش به همین معنا مونده تاین سنیزگرد نمیر انا دنیا را هر کس با همون بینیش و فهمیش خودش میبیند برای همین اکو اینا ما نمیگیم که همه نمیخیل میبیند کسی که همون تفکر و مفکورش چگلی که باشد همون خیلی قبول میکنه خیلی عجیب است خیلی قبول میکنه خب اینجا باز چی اثر ها است استاد من این توتی اثر توتی خیلی عجیب است توتی کارلا مثل یک عالم افسانه است. این یک چیزی افسانه‌ای هست. خب من برای مثال من خیلی در فان همین طبیعت و خیلی اینم یک ابسترکت است. اینجا چیزی که از ما دیدیم هم رنگ و هم شکل این همش در طبیعت است. در طبیعت. اینجا یگان چیز ما از خودمون هر بیننده خودش خلاصه خودش رو جهان بینی خودش رو دیدی خودش رو از این پیدا می‌کنه. پیدایش خودش داره. ولی این اثر شما کمتر با سبک رئالیستی مونده. رئالیستی مونده. این خیلی چیزی یک ناتورمورت وقتی که ما هر تابستان ما طلبه‌مون قطعی طلبه‌های کالج قطعی ما صحرا میره ما جو قطعه تعلیمی داریم همونجا ما بچه‌ها قطعی یک تجربه آموزی میگذرونیم بعد همونجا بسیار همین گل و همین چیزا بسیار که هست من بعد همون فکر اندیشه خودم یک کمی تصویر کردم. عجیب خیلی زیباست. همون قطعه ارژنگ نام داره. قطعه ارژنگ. نامش هم خیلی زیباست. قطعه ارژنگ نام داره. واقعا خیلی زیباست. و این هم طبیعت از گل ها است. این گلی سرین. به عجیب. گلی سرین. این توتی های سفید.
توتی‌های سفید. توتی‌های سفید. اینا توتی‌های سفید هستند. توتی‌های سفید. یعنی همین شکلی ابسترکتی که خودی همین شیوه ابسترکتی همین خیلی است که بیشتر اشاره می شود نه؟ اشاره همون خیلی هست فقط یعنی اشاره چیزی رو یک اشاره به همون معنا میکنید خیلی اصلا بعد آدم خیلی که خودش خلاصه میبره خیلی قبول کنه خیلی قبول خیلی هر کس هر خیلی قبول میکنه هر کس هر خیلی این ابسترکت یک نازکی دیگر هم دارد این یک یوره رویه و تربیوی هم دارد همون بیننده رو کم در فکر و اندیشه میاندازد و بیننده از درون همون یک چیزی خاصی خودش میابد نازکی و در چه هست نازکی همین این آدم مجبور میکند که همین برای مثال اثر با در آمده یک تاب خورده یک چیزی به خود خاص و نازکی بینیش خودش قطعی به خود قبول کند همونه. خب من فکر میکنم که پیکاسو خاصه اونایی که همین در سبک ابسترکتی کار میکنن با اون خلاصه اومدن که یک چیزی ریالی دیگر نمیتواند انسان ها رو به اندیشه برد. یعنی ببینید ما وقتی که میبینیم یک منظره یک نقش رو بگیم خیلی به یک منظره که دیدیم مانند است یعنی ولی وقتی در قالب ابسترکتی اثر ایجاد کرده می شود بیشتر اندیشه های فلسفی بیشتر نگاه بیشتر اندیشه در اون حتما انا هم با همون معنا من گفتم که یک رویه تربیوی دارد که بیننده رو به خود جلب میکند خواه نخواه جلب میکند و بیننده خواه نخواه همون درونی هم اثر به وارد می شود. خاطره های کودکیتون تا چه اندازه بر همین اثرهای شما تاثیرگذار است؟ ببینید که من میبینم که شما مثلا همین سیب هایی که در زمین ریخته است خب تیرماه زرین همینم بیشتر در تیرماهی روستا هست شاید که تیرماه تاجیکستان ما میبینید یک چیزی خیلی طلا برید در حقیقت زرین است در حقیقت زرین آدمی که برای مثال نمون طبیعت تیرماه ما را اگر قبول نکند من نمیدونم که خیلی وای این اثراتون چی نام دارد استاد این دریای کوهی این اثر من به نزدیکی نمایش بود نمایش بین المللی درباره آب بود این اثر همونجا به اشتراک کرد ماهی ها هستند ماهیچه ها از سیب‌هایی که در آب افتیدن بایگری همین این یک رمزی وای رادوگامون بگیم تیر و کمان خب و این همون درهای روستا است درهای خردی روستا است که ما در این یک فلسفه چقدر دارد خب این هم دیگر فکر میکنم وابسته به طبیعت و ماهی آب بازی ماهی ها کارناوال ریبنی کارناوال نام دارد عجیب بازی ماهی ها خب یک سوال دارم چرا بیشتر در اکثر کارهای شما چشم رو دیده می شود آخه این چشم یک رمزی بسیار فلسفی چقدر دارد فلسفه همه وقت من به همین سوال میتونم میگم این چشم آخه بینایش چشم و این به چشم ما زندگی کردن میاد همه برای مثال آفریدگی ما همه از روی بینیش از چشم است همه دانش‌های ما رو با چشم میگیریم با چشم میگیریم چی نوآوری چی بایگری چی در طبیعت چی که نباشه اگر ما چشم قدیم نبینیم اگر ما احساس کردن نمیتونیم بعد همین چشم ها بونند به پر طاووس است بیشتر در کارهای شما ببینید این کارم همینگونه است مثلا چشم است ولی مثل یک پر طاووس هم یک رمز زیبایی دارد اینم به همون نزدیک است هم چشم خیلی چشم خودت نازک گفتید که چیز طاووس باشد این یک رمز زیبایی رمزی چیز نشان میده منقشه و این من این مصوره این لختکای خودم من لختکای من اینجا به لختک زنانه اینجا تصویر شده که اینجا مردانه است این باین با من یک رمزی گل و میوه همین تفاوت لختکای مردانه و زنانه در چی است از رنگ فرق میکند رنگ سرخ حتما برای دخترها یعنی لختک دختر است این طرف پسر است یا معنای همین دختر و پسر در باغ گشتن در باغ عشق و محبت میگویند که شما در همین ژانر ابستراکسیا
بیشتر عنصرهای ملی را وارد کردید. حتما من عنصرهای ملی را وارد کردید، به همین خاطر کارهای شما تفاوت دارد، یعنی یک سبک خاصه شما. من حتما همین صنعت ملی خودمان را بسیار تکیه میکنم. من خیلی هر وقت که نباشه هم رنگ و هم شکلم هم وقت من یک شکل ملی حتما اونجا در همه کار شما باید یک کار ملی باشه. وارد میکنم. از همین خاطر هر خارجی که میاد جالب است برای او. جالب است. چون میفهمد که اینجا یک همین میفهمد که همین اثرات در تاجیکستان آفریده کسان. بله. همون چی گم؟ یک جاینامه اش رو معین میکنن. معین میکنن. بله. خب اینم فکر میکنم پیرمرد روستا است. این ابراز خودم خود شما است. در جای کارم در همین رو گفتنی بودم. در استخوانم. در استخوان من لیمون داشتم. اگر که در فیسبوک اگر تماشا کردگی باشد اگر لیمونای من کلون منم عیناً نمیخواد لیمون بود. ولی صورتم مخصوصیت‌های خودم بعد نشون میدم. عیناً این چی گذاشته؟ یگانش از خودم گوش کردگی نیستم. خیلی که در استخوانه بود همون لیمون همون استخوانه خیلی ابراز خودم خیلی من رمقایی که ما ایجاد میکنیم اثر در همین چارچوبه. در همین چارچوبه تصویرها در آینه ها نرم میکشن. نه ما رازی چارچوب طلایی رها کنیم. آنقدر طبیعی و واقعی میآفرن که دیگر میگن میخوایم بیرون رویم. واقعا این ابراز مادر. یاد مادر. شکل بیرون شکل مادر رو من اینو همه چیگه من این مادر این آفرنده است. آفرنده همه این چیز مادر است. مادر. یعنی این هم به همین معنی. این یک ابراز مادر. مثلا مویهایش رو با گل‌ها و مویهاش همش یک گل و من این همه میوه و همه اینا هم یک این درخت است. این یک درختی چناره که در همون درخت هم پرنده ها و طبیعت هم لانه میکنن همون یک ویا هم زندگی دارن یک چیز هم میآفرن. بله عجیب بهتره. از همین صنعت نقاشی تاجیک یعنی کندل و صنعت نقاشی که مثلا در تاریخ ما داشتیم شما چی الهام گرفته در کارهای ایجادی خود؟ انا امیر بسیار سوال به مورد دادید. من از اومدن بعد از ختم کردن دانشکده شهر تاشکند اومدم به همون رویه نقاشی به همون طلبه ها من درس میگم تا حالا برای همین من حاضر چی گفتنیم به همین معنای گپی من به همون معنا گفتید که شما حاضر گفتید که چی گرفتید از وای از همین نقش نگار ملی. بله. نقش نگار ملی این نقش نگار ملی ما نقش نگار ملی اگر که صنعت خارجی اگه مگر صنعت خارجی بسیار چیزای ما همونا اینا استفاده بردگی هستند. بله. هم ابسترکتش هم به هم چیزا برای همین من بسیار الهام از تاریخ خودمون میگیره. از همین من گرفتم. بسیار این من به فکر من نکنم نمیدونم این آدما با چه خیلی قبول نمیکنن من فکر میکنم که همون نقش نگاری ما این یک ابسترکت فلسفی است. بله. فلسفی است برای که همون طبیعت و همون میوه و همون گل و همون برگ همون جبه هست. همون طبیعت ما را نشان میده به شکلی ساده کردن نشان میده. ساده کردن نشان میده. ریالی و هر یک گل ساده کردن نشان میده. برای همین من هم وقت میگم که همین نقش نگاری ما این ابسترکت جهانی است. واقعا. فکر من همین است. نکن آدما دیگر نقش نگاری ملی او نقش نگاری ملی من نگاه کنید چه شفتاله های خیلی زیبا. این مثلا تریو نام داره. تریو. عجیب. تریو. خب این سیرک است. سیرکچو. واقعا. یعنی فکر میکنم در پس این باز یک پس منظر دیگر هست. نقاب اینا هم نقاب. قدر نقاب زیاد است. نه نقاب است. واقعا یعنی در پس این نقاب ها باز کسای دیگری هستند. واقعا عجیب. من همین اگر که نقش اگر که شما اهمیت دادگی باشد اسماعیل سامانی مقبره اسماعیل سامانی همه نقش نگار است از خیش کردگی همین نقش نگار است. این همین است. من خیلی چیزی زیاد فهمیدم از یک شما یک بیدار کردن این از زمان اسماعیل سامانی من همین نقش نگار این از خیش اینا هم از خیش کردگی هستند. اینا کشیدگی نه خیش کردگی بعد اینا یک فلسفه چپوری تاریخی داره. تاریخی مویا داره در بند. واقعا هم همین ایزیپو
از همین خیلی چیزا رو میشود فهمید. عجب. الهامگوی رسام هستین. عجب. الهامگوی رسام. اسب. خب اسب. اسب من اسب خیلی اسب یک. اسب خیلی عجیب است. بسیار عالی. عجیب. این اسب. اسب پرواز. اسب بالدار. عجیب. در افسانه های همون خلق تاجیک ما بسیار اسب بالدار. همین چیزا بسیار برجسته هستند. اینیکاس یافتن. با یاد میبرن بسیار هستن همونا. از افسانه های بیبیتون چیزی در ذهنتون میآید و از همون افسانه ها شما چیزی رو در کارهایتون استفاده میبرید؟ حتما. چقدر بیبی ها ما رو با فلسفه بوی بزرگ میکنن؟ حتما چقدر افسانه های به این ما هیچ وقت پیش رفتن نمیتونیم، برای که این ریشه اساسی ما از همون سر میشود. از همون افسانه ها سر میشود. از همون چیزهای ملی که در همون وقت بیبی و باباها میدوختن و میبافت تاقی میکردن و جامعه میپوشیدن، این خیلی لکا میکردن و اینا همه هنمون هستن. بعد فلسفه دارن همه همیشه، هر یک نقش و چیزی خودش داره، معنای خودش داره، مضمون خودش داره، فلسفه خودش داره. میگویند که اولین خط انسانیت هم نقش بود. با نقش ها انسان ها مثلا به هم دیگر فکر عقیده خود رو وای میکردن. بله. و آهسته آهسته به هنر تبدیل یافت. به هنر بعد خط پیدا شد، دیگر. این هم نقاب هستن استاد؟ نقاب هستن؟ ده دیدی شده؟ بله. عجیب. این قالب ها چی هست استاد؟ این قالب هایی که مثلا چاق کنجا هست؟ این قالبی من مثال پرستان زمان میگویم که هوا همه در طبیعت اگر که ما فکر و نشه کنیم که در طبیعت همه چیز زنده است. در وجود یک خیلی وقت میگن که شما برگی درخت چشم میکنید، درخت وای هم چیز زنده است، وای حس دارد وای غذا میگیرد وای میوه میتید وای چی میدهد وای چیزی که آدمیزاد زندگی میکند و فلسفه خودش هست وای درخت ها هم خیلی هستند. اینا باید فراموش نکنیم. برای همین من همه وقت خود درختش نیه و همون چیزی یک فلسفه یک رمزش یک خلابش یک چیزی که گفتم که همون جزئیات بابای خاص است همون نشون میده. بله عجیب. همون نمایشی وای بین المللی درباره پیریاخا بود. این اثر بود و وای اثر اونجا بود. دو تا اثر من اونجا پیشنهاد کردگی بودن. این لیتنیک نام دارد، پیریاخ نام دارد. خودتون میدونید که حاضر زمان شغل وضعیت همین مسئله آب بسیار رایکی هست. من همین این رمزی این چهارمغز است که رمزی مغز سر دنیا را در نظر دارد که همه دنیا فکرشون در آن است که چیکار کنیم که همین آب تازه ما دست ندهیم، حفظ کنیم آب را حفظ کنیم و دست ندهیم. یکی از موضوعهای خیلی یکی از موضوعهای بسیار یکم درجه حاضر زمان است. بله عجیب. یعنی مثلا در یک چارچوبه می شود که تمام یک دنیا رو اندیشه یک دنیا رو جو تصویر کردم. این وابسته باز به همون خود تماشابین است که برای مثال تماشابین چخیلی وقت قبول میکند، چخیلی که قبول کند و خطا نمیکند. یعنی همون چیزی خودش رو میبیند وابسته به جهان بینی و اندیشه و تفکر اندیشه خودش همون چیز قبول میکند. تشکر. امروز من فکر کردم، من پیش از آنی که می آمدم فکر کردم که ما کمتر اندیشه میکنیم و بیشتر صحبت میکنیم، ولی من سری هر یک نقشی که شما در اینجا گذاشتید فکر کردم، اندیشه کردم و فکر میکنم که بعد از برنامه باید بیشتر به اینها دقت هم و اطراف آنها اندیشه زیادتر کنم، چون مثلا در یک مصوره می شود یک چند خلاصه برآور، یک چند اندیشه را دید، یک چند نگاه را دید. مثلا با یک دیدن اول یک چیزای ساده رو میبینی، خب و هر وقتی که میبینیدون یک چیزی نو پیدا میشود. یک چیزی نو پیدا میشود. برای همین من چی حاضر همین گپی شما با حاضر یک چیز به خیالم آمد. وقتی که ما یاش بودیم و قشلاق به جای تولد با میگشتیم،
тамошо мекардем ҳамун табиату гирд атрофа баъди чанд вақт баъди ман ҳамин охирон соло ман мерам ҳамун ҷо ҳамун чиза ба биниш дигар мебинам. Мана ин чӣ маъно дорад? Он маъноро дорад ки одамизод рафта рушд мекунад, андешаш дигар мешавад, андеша дигар мешавад, биниш дигар мешавад, биниш дигар мешавад. ҳама тарафа вай уже қабули ҳамун бори мисол ҳамун ҷою макону ҳамун чизаш дигар хел мешавад, дигар хел қабул. Ёш ки ҳасти он қадар аҳамият намедиҳад ҳама чиза. сини сол ки рафт камтар одам ки ба вай расид, мушоҳидаҳо дигар мешавад. хоса вақте ки нақош бошӣ, хоса вақте ки як чиз биёфарӣ, эҷодкор бошӣ. ҳатман. Локин инам як чизе ҳаст ки ҳозир шумо ҳозир ҳамина наз гуфтед ки эҷодкору нақоши як биниши хоси худаша дорад, хоҳед нахоҳед. ин ҳамун ҳамин хел ҳаст. барои оне ки вақте ки мегардем вайба баъд ман ҳама вақт савол метавонам чӣ инаш мегарди нигоҳ мекунӣ вайш ба нигоҳ карди аҳамият додест мегӯи чӣ ки ман ба лозим аст ман ҳамуна қабул мекунам. барои ҳамун ман гуфтам шумо мана фикру андешаи мана вай накунед, парешон накунед. ташаккури зиёд ки имрӯз бо рангҳои зебо, бо ҳамин тасвирҳои зебо дунёи моро ҳам рангин кардед. мутмаинам ки ин барнома барои бинанда ҳам писанд омад ва аз ҳамин нақшҳои зебои шумо, аз ҳамин мусаввараҳои хеле ҷолиби шумо лаззат бурдем. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, ҳамин ҷо ба интиҳои барномаи имрӯзаи мегӯян ки расидем. ёдовар мешавем ки мо ба нигористони арбоби ҳунари тоҷик Сайфиддинов Анваршо қадам ранҷа кардем ва аз корҳои эҷодиятшон дидан кардем. мутмаинем ки шумо аз ин рангҳо, аз ин мусаввараҳо лаззат бурдед. то дидори дигар, хайр.